اگه نمیخوای چند سال دیگه حسرت موهای الان تو بخوری، قبل از اینکه برای نجات موهات دیر بشه این چند تکنیک علمی رو یاد بگیر. چیزایی که کمتر کسی حتی درباره‌شون صحبت میکنه. بدون اینکه خودت بفهمی هر روز داری یه کاری میکنی که آروم آروم موهاتو ضعیف و نازک میکنه. قراره 7 تا از رایج ترین اشتباهایی که باعث ریزش و ضعیف شدن مو میشن و با هم دیگه مرور کنیم و برای هر کدوم یه راه حل ساده میگم. قبل از اینکه شروع کنیم یه عددی رو توی ذهنت انتخاب کن، حدس بزن از این 7 تا عادتی که قراره بگم چند تاشو احتمال میدی داشته باشی. آخر ویدیو دوباره برمیگردیم سراغش. روزانه یه مقدار ریزش مو طبیعیه، ولی مشکل از اونجا شروع میشه که این ریزش مو داره آروم آروم بیشتر میشه و تو اصلا متوجهشون نمیشی تا وقتی که یه روز به خودت میای و میبینی موهات قبلا این شکلی نبودن. فقط تا آخر ویدیو بمون چون مورد آخر از همه مهمتره و خیلیا اصلا حواسشون بهش نیست. عادت اول، خوابیدن با موی خیس. اگه بعد همون مستقیم میخوابی این قسمت مخصوص خودته. وقتی مو خیسه خیلی راحت آسیب میبینه. حالا اگه کل شب و هم روی بالش اینور اونور بشی احتمال شکستن تار مو بیشتر میشه. یه نکته دیگه هم هست، روبالشی‌های معمولی استکاک بیشتری دارن و ممکنه مو رو بیشتر درگیر کنن. کاری که میتونی بکنی اینه که قبل خواب بذاری موهات تا حد زیادی خشک بشه. اگه موهات بلنده یا وزه، روبالشی ساتن یا ابریشم هم میتونه کمک کننده باشه. حالا بریم سراغ اشتباهی که خیلیا هر روز توی حموم انجامش میدن. عادت دوم، شامپو زدن اشتباه. خیلیا شامپو رو از ریشه تا نوک مو میمالن، در صورتی که شامپو بیشتر برای تمیز کردن پوست سره، نه کل ساقه مو. بهتر شامپو رو روی پوست سر بزنی، آروم ماساژ بدی و بعد آب کشی کنی. همون کفی که موقع شستن روی ساقه مو رد میشه معمولا برای تمیز شدنش کافیه. ولی مورد بعدی یه چیزیه که خیلیا فکر میکنن اتفاقا کار درستیه. عادت سوم، استفاده اشتباه از روغن مو. خیلیا روغن رو روی موی کاملا خشکشون میزنن و انتظار دارن موشون نرم و آبرسانی بشه، در حالی که روغن بیشتر کمک میکنه رطوبت داخل مو حفظ بشه، نه اینکه خودش رطوبت ایجاد کنه. اگه خواستی روغن بزنی بهتره مو یه مقدار نم داشته باشه یا قبلش از یه نرم کننده بدون آب کشی استفاده کنی. فقط حواست باشه مقدارشو زیاد نکنی چون مو رو چرب و سنگین میکنه. حالا بریم سراغ یه عادتی که شاید همین امروز هم انجامش دادی. عادت چهارم، خشک کردن خشن مو. بعد همون با حوله محکم موهاتو خشک میکنی؟ مطمئنم این کارو میکنی. اگه آره بهتره این عادت رو عوض کنی. این کار باعث میشه تار مو بیشتر کشیده بشه و احتمال شکستنش هم خیلی بالا میره. به جاش با یه حوله نرم فقط آروم آب اضافه مو رو بگیر. اگرم سشوار استفاده میکنی سعی کن روی حرارت خیلی بالا نباشه و یه فاصله مناسب با موهات داشته باشه. حالا میرسیم به موردی که خیلیا کلن یادشون میره. عادت پنجم، بی‌توجهی به مراقبت از ساقه مو. اگه موهات خشکه، رنگ شده یا زیاد سشوار و اتو میکشی، فقط شامپو و نرم کننده همیشه کافی نیست. گاهی استفاده از ساقه مو میتونه کمک کنه ساقه مو نرمتر بشه و کمتر خشک بشه. هفته یه بار یا هر 2 هفته یه بار بسته به نیاز موهات از ماسک مو استفاده کن. مورد بعدی بیشتر به کسایی مربوط میشه که موهاشون بلندتره، ولی اگه موهای کوتاه هم داری پیشنهاد میکنم از این قسمت رد نشی. عادت ششم، محافظت نکردن از مو. اگه موهات یکم بلنده، باد، آفتاب، بستن محکم مو یا حتی استکاک لباس میتونه به مرور بهش آسیب بزنه. سعی کن موهاتو خیلی سفت نبندی تا جای ممکن رطوبتش رو حفظ کنی و اگه مدام یه مدل میبندیش هر از گاهی مدلش رو عوض کنیم. رسیدیم به مهمترین قسمت. قبلش یه سوال، از این 6 تا مورد کدومش برات جدید بود؟ توی کامنت ها برام بنویس، دوست دارم نظرتون رو بدونم. عادت هفتم، تغذیه و سبک زندگی. واقعیت اینه که اگه تغذیه و خوابت درست نباشه بهترین محصولات مراقبت از مو هم معجزه نمیکنن. مو برای رشد طبیعی به پروتئین، آهن، روی، بعضی ویتامین‌ها و چربی‌های سالم هم نیاز داره. پس سعی کن توی برنامه غذاییت
پروتئین کافی، سبزیجات، میوه، آجیل و آب کافی داشته باشی. خواب خوب و کنترل استرس هم به همون اندازه مهمه. حالا وقتشه برگردیم به همون عددی که اول ویدیو توی ذهنت انتخابش کردی. خیلی دوست دارم بدونم چند تاش درست از آب در اومد. توی کامنت ها برام بنویس چند تا از این 7 عادت رو خودت انجام میدادی. اگه این ویدیو به دردت خورد یه لایک بزن و یه سابسکرایب مشتی هم بکن که کلی قراره ویدیوهای این مدلی برات قرار بدم. 2 ویدیو قبلی هم که گذاشتم بهترین آموزش‌ها و بهترین رازاییه که میتونی روی خودت سرمایه گذاری کنی.